худоёрова Дилфуза, ноҳияи тобеи марказ, шаҳри Нав. 19 сола, қад 165, шавқ, аспсаворӣ ва рақс, ҳунар, дузандагӣ ва пазандагӣ. Агар шумо хоҳед ки ба худоёрова Дилфуза овоз диҳед, рақами 01-ро ба ҷои матни паёмак барчида ба рақами 5021 равон кунед. بیا چهار فرزند دارم، 3 دختر، 1 پسر. خردی از دلفوزه است. از خردیش و شوخ طبیعت هممون دوست می‌داریم. فقط از خردی باز و ای رو اصلک میگفتیم، دلفوزه هم نام نمیگرفتیم. در خانه ما رو بسیارتر اصلک گفته جیغ میزدن. در همین دهه‌مون بسیارتر در ناحیه ما رو با نام اصلک بسیارتر میشناسند. اگر که یگام مهمون هم به خانه ما بیاید، یگام از راه دور یا یگام شناسهای من که دوزنده هستم بسیارتر یگام نمودی لباس دوختن اگر بیاید ما رو دلفوزه گفته جیغ زنن، هیچ کس نمیشناسد. بسیارتر اصلک میگویند، همه خانه ما رو نشان میدهد. کودکی من در ناحیه شهر نو در دهه زیبای قدی جویبار گذشته است و من در آنجا به دنیا آمدم. راستی گپ از خردی من بسیارتر وقتم رو در خانه بیبیم گذراندم. کودکی های من، همه خردسالی های من بسیارتر در خانه بیبیم گذشته است. خانه بیبی من در قرطاق می باشد و آب و هوای آنجا خیلی فورم است. از نزدیک خانه بیبی من یک دریای کلان که مشهور است، آن دریا رو همه میشناسد، دریای قرطاق می باشد و در پس خانه بیبی من کوههای بلند آسمانبوسی قرطاق جایگیر است. به مکتب دهه خودمان که رقمش 4 می باشد به نام سیفالله یوسفوف، من در همانجا تحصیل کردم. بسیار که شوق و ذوق خواندن داشتم. من حالا به مکتب نرفته بودم و الفبای زبان تاجیکی رو از خود کرده بودم. من که خیلی که گفتم بسیارتر ذوق خواندنم در خردی زیاد بود. از همین سبب از صنف 1 تا صنف 6 من سردار صنف بودم و فقط در پرده پیش می نشستم. هر باره که من به خانه بیبی میروم، اول بیبی بابایم رو میبینم و بعد به طرف همون بوزیچه ها و برچه ها میروم. بسیارتر وقتم رو در آنجا با همون حیوانات خانه بیبی هم میگذارم. وای بارچه کوی من گوشنه موندنی. من دختری کوهسارم، گل دستم و گل کارم، گل پرور و گل پیکر، 5 هنر دارم. من دختری کوهسارم، گل دستم و گل کارم، گل. سال گذشته در ناحیه‌مون که
آزمونی گلدختر هنرمند بود و نونپزی بهترین بود. در آن شرکت ورزیدم. در همون آزمون نان چپاتی پخته بودم. از بس که بسیار شوق دارم که در آزمون ها جای اول رو اشغال کنم، غالب برایم، بسیار کوشش کردم. حق دیدنش ما کو با ها دیدن ما با یکم بار پسول نه نونوی کسر فسون پستی میشه خورده میشه ها میشه اولی انسان اگر هر کاری که میتوانم گفته همون کارو کند البته به مقصدش میرسه. بافندگی رو از بیبیم آموختم. به خونه بیبیم که بسیار میرفتم. بیبیم فقط من و دخترهای تقویم رو در فصل زمستان جمع میکردن و با رشته ها هر نمود لباس یا که کلاه هر چیز ما میبافتیم و مادرم که دوزنده میباشند من از خردی شاگردانی مادرم رو دیده ذوق پیدا کرده و این کسب دوزندگی هم مشغول میشوم و تا حال کسب دوزندگیم رو دوام میدهم. کسانی که به نزد من میآید لباسم رو یگم نمود حاضر مود هست که هر نمود همون نمود دوست گفته به من هم خیلی گپ زنن هم من در خودم اون رو کشیده و بعد میدوزم. خودش رو همه کارده قطعی میکرد. خودم دوزندگی میکردم. شاگردهای بسیار داشتم. حرکت میکرد که در شاگردهای من خودش یادیه. همین خوردکک پوچش در ماشین نمیرسید قپیده هوای در ماشین رو زدنش نشان میداد. هنری اسب سواری را من بسیار با همراهی تقویم به سری رمه با اسب می رفتیم، سواره اسب شده می رفتیم و من بسیار شوق و ذوق داشتم که اگر من رو بیبیم جنگ نمی کرد از سر تا بگه به فکر من که با اسب در همون روی حولی هم می گشتم و بابایم بسیارتر با من شوخی می کرد که آخر اول اسب مونده می شود از همین بسیار شیشتن تو قریب که اسب می مورد گفته فقط با من همین خیلی شوخی ها می کردن. بازی رو هم تقویم به من یاد دادن. ما در خوردی چند بار به نزد دریا می فرامدیم
چند بار پایافزادمون رو آوکی کرده بودیم و تقویم از دست ما گرفته از این طرف دریا به اون طرف دریا میگذراندن و ما همین خیل آوازی کردن رو هم یاد گرفتیم. بیشتر میخوام که چیزهایی که به چشم آدم ها زیبا می نماید یا که دقت جلب کننده است اون چیزها رو من هم میخوام که یاد گیرم و این سبدچه هایی که در دست من میبینید ساختن این گونه چیزها رو من دوست میدارم و به مکتب اینترنت هم رفته به کودکان هم این گونه سبدها رو ساختن رو یاد دادم و به آنها یک چند بار تحفه نیز همین گونه چیزها بردم. ما با همکاری حکومت ناحیه شهر نو هر ماه یک بار به مکتب اینترنت ناحیه‌مون که یتیمان در آنجا تحصیل میکنن با اونجا رفته با همراهی کار مرکز جوانان همکاری کرده در آنجا کنسرت ها میگذارنیم با آنها صحبت میکنیم دل یتیمان را خرسند میکنیم و سببگار اساسی به آزمون آمدن من هم از همین میباشد. من با اونجا رفته بودم حالا که نوارهای دیگر ناحیه ها در تلویزیون نشان میدادن آنها هم تماشا کرده بودن و وقتی که من رقص میکردم هم و در صحنه اکتریسگی میکردم آنها همین رو دیده فقط میگفتن که تو اگر به زیبا صنم روی ممکن که غالب این آزمون شوی گفته همانها به من تفسیر داده بودن. کودکایی که وای مجبور کرده بودن رو گفته با گفته هوای ما اگر در همین آزمون اگر جای اول رو گیرم همون پولی که گرفتم نصفش رو یا همش رو باشد به همین یتیما میسپرم. اپای کلونی من که در شهر دوشنبه بود به جوهر برآمد و او تحصیل میکرد در کالج طبی و چه گویم فرزندش رو نگاهبین کرده میتوانست و وقت با سبب که او تحصیل میکرد بسیارتر فرزندش رو به خانه ما روان میکرد و من از همون خوردی که کودک رو دوست میداشتم با کودک وقتم رو گذرانده آنها رو هم خیلی نگاهبین میکردم. سرور دولت تمام پیشوای ملت چنین گفته گذشته بودند هر یک بانوی تاجیک باید سرود الله را داند. خواستم که سرود الله رو هم از خود کنم که در زندگی در کار می شود. الله گویم جگر بندم خوابت برد الله الله گویم جگر بندم خوابت برد الله تو ای افسانه فرزندم خوابت برد الله تو ای افسانه فرزندم خوابت برد الله در چشم من شکفته ای چون شاخ گل الله یا نهالی تو ز پیوندم خوابت برد الله دل با دلی تو می بندم خوابت برد الله کلان شوی روان شوی سیر جهان الله یا سرچشمه داناییم فخر وطن الله
تو اقبالم توی بختم خوابت برد الله الله گویم جگر بندم خوابت برد الله تو اقبالم توی بختم خوابت برد الله 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 یا اسدالله جان تو تا آمدن من خواب کن من به جشن صدا می روم به تو خواب خوش در همان دهه قرطاق در خانه بیبی من که آبتروزو می گفتند تا حال این نام هست و ما با همان آبتروزو از این طرف دریا به خانه بیبی هم میگذاریم و از اون طرف به این طرف میگذاریم. آدمانی که از آبتروزو میترسن به خانه بیبی هم میمونی میامدن. به خانه بیبی من باز یک راه دیگر بود از دریا اون طرف که یک ساعت راه می باشد با اونجا می رفتم و ما که از خوردی در همان آبتروزو کلان شده ایم بسیارتر به همون و با آبتروزو می گذاشتیم به خانه بیبی. چخیلی که شما هم میدونید امروز جشن صدا است. نیم ساعت وقت مونده است که من به برآمد روم در ناحیه شهرینو. من باید رقص کنم در صحنه. چخیلی که به شما بگم کودکی های من در همین جا گذشته است. با همراهی بابایم ما ماهی میقپیدیم از این دریا و به کوه ها برآمده هر نمود گیاه ها میچیندیم. پدری من در وقتی تویشان مادرم را با همه تجهیزات گذرانده به خانه‌اش برده است. من میخواهم که هر ماه هر لحظه آمده بیبی و بابایم را از آنها از کلانسالا دعا گیرم. در فصل بهار باز اینجا خیلی زیبا می شود. من بسیارتر در همه چرابینی‌های ناحیه اشتراک کردم. در نوروز سال گذشته من ملکه نوروز شده بودم و باز بعد این برآمد باز من رقص کرده بودم در آنجا. در مسابقه هایی که از همین رقص می شود و در ناحیه و بیرون از ناحیه در شهر می شود ما در اینجا در هر یک چرابینی های از طرف ناحیه آمده اشتراک میکنیم. اگر در ناحیه باشد از طرف مؤسسه آمده اشتراک میکردیم. حتی همان روزی که گروه ایجادی زیبا صنم به خانه ما به زادگاه ما مهمان شده بودند در همان روز هم مرا به جشن صدا دعوت نموده بودند و من در نزد تماشابینان رقص خود را پیشنهاد کرده هنرنمایی کردم.
امیدوار هستم که تماشابینان عزیز به طرفداری من آواز میدهند. چقدر که من دختر دهاتی هستم، همه هنرها رو داره هستم، هم دوزندگی میکنم، هم رقص میکنم، هم کودک رو نگاه کرده میتوانم و بسیارتر با اسب دوانی شوق دارم. من با باوری گفته میتوانم که با دستگیری شما زیبا صنم تاجیکستان گردم. خیر، تا بازدید. агар шумо хоҳед ки ба худоёро ва дилфуза овоз диҳед, рақами 01-ро ба ҷои матни паёмак барчида ба рақами 5021 равон кунед. рӯйхати рақамҳои иштирокчиёни марҳилаи сеюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 чунин аст. шумо метавонед рақами дилхоҳ иштирокчиро гирифта ба рақами кӯтоҳи 5021 равон намоед ва ба тарафдории иштирокчии писандидаатон овоз диҳед.